در رهگذری بود چراغی که تراست، ترسم که بمیرد از فراغی که تراست. بوی جگری سوخته عالم بگرفت، بوی جگری سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تراست. انا از معلمای زبان، ادبیات، تربیوی اگر باشن خواهش میکنم همین ربویی رو یک بار در درس تربیوی تحلیل کنید که این رودکی برای ما این 1100 سال پیش چی پیام داده است. آیا ما اجرا کردیم یا نه؟ گفت که در رهگذری بود چراغی که تراست. تراست یعنی در دست توست، تو داری. چراغ، این چراغ لامپا چراغ تصویر میکنید که میگه که یک باد شمال در راهی بود، در دست تو یک چراغ استادی. در رهگذری بود چراغی که تراست، ترسم که بمیرد از فراغی که تراست. ترسم یعنی در تشویشم، می ترسم، نگرانم که از فراغ. فراغ یعنی بی پروایی، بیهوده گذرانی، تنبلی که شما اکثری جوانان امروز دارید. گفته است که می ترسم که به سبب همی بی پروایی که تو داری، همی چراغی که در دست می مرد. و اینجا بینید یک گپی عجیب داره، میگه ترسم که بمیرد، یعنی مردن رو برای چراغ میگوید. ولی ما بعضا میگن سوید مرد. یگان معلمی با ادب میگه مرد نگو، سوید خاموش شد، برق خاموش شد. لیکن رودکی گفته است که چراغ مرد، نگفته است خاموش شد. یعنی کلمه مردن برای چراغ درست است، کشتن هم درست است. برق رو کش میگه که نه کش نگو، چی گو؟ خاموش. نه سعدی میگه که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. سعدی گفته است. خب معناش دقت نکنیم، کشتن دقت کنیم. خب بینه سعدی در امو غزلی که من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، میگه که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. یعنی کشتن گفته است برای شمع. رودکی هم برای شمع چی گفته است؟ مردن، می مرد. پس چی بود ربایی؟ گفت که ترسم که بمیرد از فراغی که تراست. یعنی می ترسم که همون چراغی که در دست از بیهودگی و از بی‌پروایی تو میمونه. و این چراغ چی است؟ این چراغ جوانی شما، عمر شما، وقت شما، شانس شما. میگه که برادر عزیز گوش کن، همین چراغ عمر، همین چند سال جوانی، همین شانسی که تو در دست داری، می ترسم که به سبب بی‌پروایی، تنبلی، خواب، تلفن بازی میمرد، از دستت میرد، شانست از دستت میرد. انا منو من در رهگذری باد چراغی که تراست، ترسم که بمیرد از فراغی که تراست. ان دوامش چی میگه؟ میگه که بوی جگری سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تراست. یعنی میگه که همین اینقدر آدم ها پیش از تو همین گپ نگرفتن، بدبخت شدن، بیچاره شدن، بی سواد موندن. همش بین اوه میگوید زندگیش سوخته است. میگه که چی مشکل؟ جگراشون سوخته است. میگه بویش عالم رو گرفت. یعنی که اطراف تو پر از آدمای شکست خورده، اطرافت پر از بدبخت و ناکام ها، هزاران هزارشون نخوند. میگه بوی جگری سوخته عالم بگرفت. یعنی که آهی همو بوی جگری سوختهش نمیفهمیم اگر نشنیدی. یعنی اگر امیر نفهمیدی، امیر مشاهده نکردی، از امی عبرت نگرفتی،
زیهی دماغی که تراست. یعنی اینجا آفرین به همه عقل تمیزد. اینجا به کنایه یعنی که مرگ به همه عقل فهمی شد. دماغ یعنی فهمیش. میگه که گر نشنیدی، یعنی که همیقه بدبخت، همیقه ناکام، همیقه آدم شکست خوردن، همیقه پیش از تو نخوندن، وقت از دست دادن، بازی کردن، تلفن بازی کردن، عمرشون سوخت، جوانیشون سوخت. اگر از همینا عبرت نگیری حیفی همی فهمیش و عقل تمیزد. این معنای رو بای. بنابراین یه بار دیگه میخونم، معناش دیگر نمیگیم. در یادتون گیره تا گفت که در رهگذری باد چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراغی که تو راست. بوی جگری سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تو راست. این ربایی نیست، این شعر نیست، این یک پیام، یک برنامه، یک اینستروکسیا برای شما که ای بچه عزیز، همی جوانی، همی چراغ عمرت در بادی بیهودگی نسوزد. همه را استفاده کن، چون که پیش از تو هزاران که سوخت. تو از زمانها عبرت گیر. انا با همین من میخوایم که همین روحیه بلندی، هم وطن داری، هم دولت داری، هم شناختن وقت و امکانیت جوانی در شما باشد. درست خوانید، وقتتون بیهوده صرف نکنید، هر چیز رو گوش کنید، یاد گیرید. شما برای وطن یک متخصص قوی شوید، همین خدمت به وطن است. خب یعنی وطن قوی عبارت از شهروندای قوی، وطن پیشرفته عبارت از شهروندای پیشرفته. بنابراین هر یک شما اگر ناز خونی، متخصص شوی، صاحب کار، صاحب جایگاه شوی، خدمت شما با وطن همین است، چون وطن آبادتر میشه.